لاکچری زندگی میکنه اون نمیگیره. اونجا که کنیاک میخوریم نمیگیره. اگه مثلا آب الکل عرق بخوریم اونجا رو میگیره. خیلی گشنته. غذا نخور. بگو دیگه همه چیزای بده بگو. دو روز غذا نخورده بگو دیگه همین. میشه حلیم بادمجون خورده. بارون رو ببینید، یعنی شدید شد. ما رسیدیم دیگه این ویلا. من شاهین خانم خسته شده تو راه. آره مامان که بریم تو چایی چیزی بخوریم. خیلی ما آمدیم کافه. نه پنچر کرد. شما که بیدار شدیم بریم بیرون. بریم بیرون. همین خیلی هوا خوبه خیلی، ولی چون که ما میخوایم بریم الان دریا بفهمیم کاپشن بپوشم که سرد نشه. بعد اینجا برند شین یه چیز زدن توی یه پاساژ، قراره بریم اونجا ببینم که چی داره. شاینی هم که سکسکش گرفت بذار برگردونم. دوچم سکسیکه درخت هایی بعد بخمار به چی فروخته؟ چمنه بگی بارون بگی شیشه بارون بگی چه تکون میخوره. ندیم دریا ببندم. شاینیه با قلاده صدف ها رو ببینید چقدر زیادن. با میفروشه ماهی بخریم. هنی ترافیک بود. 3 ساعت تو راه بودیم تا موتل قو. دیگه اومدیم سی بخوریم و فکر کنم 1 ساعت و نیم 2 ساعت دیگه برسیم. خیلی خسته شدم. تشنش نگاه داره چیکار میکنه. چه لیوانت انداختی پایین. خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد شلوغ بود. همین الان رسیدیم موتل قو. حالا کلی راه دیگه باز مونده. یعنی یه بارونی داره میاد باورتون نمیشه. بذارید این بیرون بگیرم براتون.
خیلی بارون شدیده، خیلی شلوغه. خیلی سرده. اومدیم بریم بیرون نشد. امیر غذا درست ما اومدیم بریم بالا. چیز بود تو این ونا که میتونی به ببرا و اینا غذا بدی، بسته بودم. آقا ما اینجا کرسی درست کردیم، انقدر هوا سرده. کرسی درست کردیم بریم زیرش بریم شب. شاینی خانومه هوا رو بهتون نگم، هنوز بارونه، بندم نیومده. صبحتون بخیر. ما دیگه دیشب رسیدیم خونه بعد از 24 ساعت رانندگی کردن. خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ بود. حالا براتون تعریف میکنم که چی شد و اینا. تا رسیدم خونه سری بسته هم رسید، گفتم بیام بهتون نشون بدم. اولیش این گلدونه است، خیلی خوشگله، برای کلا گل طبیعی و اینا. بعد یه سری لیوان و شات و اینا سفارش دادم که اونم چون چیدم میرم اونجا بهتون نشون میدم. این دستگاه بخوره است، بخور سرده که هم برای صورت میشه استفاده کرد، هم برای خونه و همه چی. ولی خب چون من خیلی نیازش داشتم برای هوای خونه و گلا و شاینی و همه چی، دیگه یکم بزرگترش رو سفارش دارم. ولی شما اگه برای صورتتونه کوچیک‌ترش هم میتونید سفارش بدید. بعد این حالا الان به برق نیست، اینجاش روشن میشه، رنگ رنگی میشه، سفید میشه، رنگ‌های مختلف داره. از اینجا هم که چیز میده. این دستگاهی که خیلی ترند شده جدیدن تو تیک تیک و اینستا میبینید، سفارشش دادم ولی هنوز ازش استفاده نکردم بخوام بهتون بگم. هیچش هم افتاد که چجوریه و اینا، ولی فکر میکنم که خوب باشه چون کیفیتش خیلی خوبه. این کابل شارژشه، این سریاشه که هر کدوم مثلا برای یه جای صورت زیر چشم، این گوشه ها، اینم که خود دستگاهشه، درجه بندی داره، شما انتخاب میکنید. خیلی مکش خوبی داره. حالا باید تستش کنم باز بهتون میگم. برای بقیه چیزا هم بهتون نشون بدم. بچه‌ها اینا بود، رسیده بود اینطوریه. بعد اینا و اینا، این خیلی خوشگله. اینا پاشا باغچه است، برند مورد علاقه‌ام توی لیوان اینجوری چیده شد. اینم که شرم. من با پایه دوربینم هنوز درگیرم چون که پایه دوربینم شکست. بعد حالا پایش درستش کردم اوکیه، ولی این سریش که موبایلمو میذاشتم روش اونم شکست، سریش هم پیدا نمیشه. خلاصه که درگیرم فعلا، هر جایی پیدا کنم گوشیمو جا میدم اونتون. دیروز هم قهوه گرفتم بهتون بگم نشون دارم اون سری جای قهوه رو. این سری این شکلی کرمشو داد بهم، اینجوریه. اون سری مشکیشو بهم داد. خلاصه گفتم یه پر کنم. آقا راهو بذار براتون تعریف کنم. ما 4 ساعت تا رشت رفتیم. خب رشت معمولا هیچ وقت ترافیک نیست دیگه، نرماله. یعنی
بعد 4 ساعت تا رشت رفتیم. بعد رسیدیم به رشت، حدوداً 3-4 روز اونجا بودیم. حرکت کردیم بریم اونور، بریم سمت مازندران و اونور و اینا. بعد دیدیم که زده بود مثلا 3 ساعت و نیم 4 ساعت. خب راهش هم همینقدر، ولی ترافیک رو نزده بود. بعد ما رسیدیم، هی رفتیم تا یه جای خوب بود. بعد ببین یه ترافیک قفلی شده بود که ما 1 از گیلان از رشت حرکت کردیم، ساعت 10 شب رسیدیم متلقو. حالا متلقو هم رد کردیم سمت شمستان و اینا. ساعت 10 شب فکر کنم قشنگ 10 ساعت 9 ساعت تو راه بودیم. بعد چیز کردیم، دوباره 2 روزم موندیم اونجا، اومدیم برگردیم تهران. دوباره راه فکر کنم اونور خب خیلی نزدیکه به تهران، راه مثلا 3 ساعته رو دوباره 10 ساعت تو راه بودیم. یعنی 5 بعد از ما حرکت کردیم بیایم به سمت تهران. ساعت 3 صبح رسیدیم. خلاصه که یعنی انقدر ما توی این سفر تو ترافیک و ماشین بودیم واقعا خسته شدیم. از ماشین دیگه بدم اومده تو ماشین نشستن. خلاصه که همش توی راه بودیم. بعد حالا میدونین چی شد؟ فکر کن رسیدیم متلقو. بعد بهمون یه دنبال یه لوکیشن میگشتیم دیگه، بهمون یه لوکیشن داد. بعد دو تا لوکیشن داد. ما اولین لوکیشن اومدیم بریم، دیدیم همه جلوتر دارن برمیگردن. فکر کن یه راه خیلی باریک بود که یه دونه ماشین به زور رد میشد. بعد چاله های گنده گل شده بود. بعد بارون هم شدید بود دیگه این چند وقته کلا تو سمت شمال و اینا. بعد بارون اومده بود، چاله آب شده بود، دیدیم همه جلوتر دارن برمیگردن. دیگه به ما گفتن برگردید و ماشین نمیره اون. دوباره یه راه دیگه بهمون نشون داد، اونم از این بدتر، خیلی باریک‌تر. بعد تاریک هیچ ماشینی جز ما نبود. دیگه یکم رفتیم و گیر کردیم و اینا. خلاصه که انقدر دیگه من اون روز حالم بد بود نتونستم هیچ کدوم از اینا رو براتون ویدیو بگیرم، ولی خیلی اصلا چیز عجیبی بود. همش ما تو راه بودیم. خلاصه که اینطوری دیگه رسیدیم و الان اوکی هم استراحت کردیم و اوکی.